بعد از چند ماه پول جمع کردن و کنسل شدن سفرمون به ترکیه بالاخره موفق شدیم بلیت سفرمون رو بگیریم. این اولین سفر دوتایی ما به خارج از کشوره. من خیلی ذوق داشتم برای این سفر، چون که استانبول یکی از جاهایی بود که دوست داشتم حتما با علی برم اونجا رو ببینم و حس و حالش رو تو این شهر لاولی تجربه کنم. به محض اینکه رسیدیم دیدیم هوا بارونیه و خیلی خنک و دوست داشتنیه، در همین استارباکس رو بغل کردیم. بعد از کافی خوردنمون یه مقدار پیاده روی کردیم و رفتیم سمت کاراکوی که نزدیک این اسکله‌ای بود که ما رفتیم و یه جایی بود که پر از رستوران‌ها و غذای خوشمزه و باحال بود که ما تصمیم گرفتیم اونجا شب شام ساندویچ ماهی بخوریم. جالب دوست که علی اصلا ماهی دوست نداره ولی عاشق ساندویچ ماهی اینجا شد. روز دوم یه تور گرفتیم که باهاش از سمت اروپایی که بودیم بریم سمت آسیایی. کنم من عاشق قسمت آسیایی ترکیه‌ام و کلن یه مدل خونه های دیگه داره، خیابوناش جور دیگه و یه حالت میشه گفتش که آدمای پولدارتر و ثروتمندتر اونجا زندگی میکنن. یه پلی هست به اسم پل بواز که قسمت اروپایی و آسیایی رو به هم وصل میکنه که منظرش بی‌نظیر بود و ما واقعا کیف کردیم. بعد ما کلا یه روزش رو تور گرفتیم، بقیه روزا رو خودمون رفتیم گشتیم، اما خب اون یه روزی که تور گرفتیم یه عالمه دوست پیدا کردیم و خیلی بهمون چسبید. توی کشتی که داشتیم میرفتیم سمت جزیره یه خانواده اگه اشتباه نکنم اروپایی بودن که بر بچه‌شون تولد گرفتن، بعد خیلی گوگولی و ناز بودن، خصوصا بابایی که با عشق داشت برای پسرش هپی برثدی میخوند و خلاصه خیلی ناز بودن. من کیف کردم از دیدنشون. رسیدیم جزیره و از همون ابتدا شروع کردیم به خوراکی خوردن و بستنی باحالش. بعد اصلا انگار که آدم داره تو کارتونا راه میره و اصلا توی والت دیزنیه. من عاشق جزیره بودم، قبلا یه بار اومده بودم ولی خب دیگه با علی یه جور دیگه بهم خوش گذشت.
ما تصمیم گرفتیم که تا هوا تاریک نشده برگردیم و یکم دیگه داخل استانبول رو بگردیم. بعد تو مسیر کشتی سواری یه جوری ما رو گرفته بود، راستش خیلی خسته و کسل شده بودیم، برای همین گفتیم اولش بریم یه کافی تو استارباکس بزنیم، بعدش بریم یه مقدار دیگه قدم بزنیم و حالا اگه گرسنمون شد که شام بخوریم، که واقعا یک شام بسیار لذیذ و خفن زدیم. غذای لبنانی بود، اسم رستوران یادم نیست متاسفانه که بهتون معرفیش کنم، ولی واقعا بی‌نظیر بود، ما که کیف کردیم. سلام، از روز 4 استانبول گردی ما، در واقع روز آخر که تصمیم گرفته بودیم بریم سمت گالاتا پورت و بعد از اینکه صبحونمون رو زدیم یه کافی هم زدیم و راهی شدیم پیاده از هتلمون که سمت میدون تکسیم بود، خیابون استقلال رو باید کامل تا تهش میرفتیم که برسیم به گالاتا پورت. ما توی مسیری که داشتیم میرفتیم یه کلیسا دیدیم که خیلی کلیسای بامزه‌ای بود. من سری قبل که اومده بودم این کلیسا رو ندیده بودم، حالا به خاطر اینکه شاید شب بود و اون موقع باز نبود، ولی تجربه جالبی بود و خلاصه ما قدم زنان پیاده روی کردیم و رفتیم به سمت کافه ها و اون خیابونی که منتهی میشه به گالاتا پورت. یکی از جذابیت‌هایی که استانبول داره اینه که خیابونای خیلی خوشگلی داره. وقتی پیاده روی میکنی و قدم به قدم کافه‌های قشنگ داره، میشینی یه کافی میخوری، لذت میبری از رفت آمد آدما، از اون شلوغیه، از اون زنده بودن و انگار که واقعا حکم تراپی رو واسه آدم داره، روح آدمو تازه میکنه و من دلم میخواد که واقعا هر موقع که حالا چند وقت یه بار اگه شرایطش برام پیش بیاد برم این حس و حال رو دوباره تجربه کنم و روحم تازه بشه. مترو استیشن علی چی شد؟ سوختش تمام شد. دوباره پاکشو پر کرد. ماجرتون یه ذره دیگه مونده بود. علی ناراحتی؟ راستش رو بگو. از دیگه نصف شب اومدی؟ چی؟ من تو مجبور کردم؟ چی؟ نه. من به تو گفتم باشیم بریم چای بخوریم؟ بحث شده نمی‌افتاد اینجا. Thank you. چه باحاله. هنوزم ادامه داره.